با سلام خدمت همه دوستان. بحثمون رو در مورد درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها از این ویدیو آغاز خواهیم کرد. توی این ویدیو در مورد فصل 1 و مقدمات درس یه مقداری صحبت خواهیم کرد در مورد اینکه اصلا درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها در مورد چیه و چرایی وجود درس و مفاهیم اولیه‌اش یه مقداری صحبت خواهیم کرد. یه پرسش اساسی رو که باید دانشمندان علوم کامپیوتر از روزهای اول باهاش مواجه می شدند و بهش پاسخ می دادند این بود که آیا محاسبات کامپیوتری حد و مرزی داره یا نه؟ حتی روزهایی که هنوز کامپیوتر ساخته نشده بود و صرفاً تئوری هایی مطرح می شد و داده میشد در مورد این که می شود یک همچین ماشین محاسبه‌گری داشت یا در واقع تئوری های اولیه ماشین های محاسبه‌گر داده می شدند. این سوال مطرح بود که آیا اگر روزی بتونیم یک ماشینی داشته باشیم که از لحاظ سرعت حد و مرزی چندان نداشته باشه، مثلا چیزی شبیه کامپیوترهای امروزی یا کامپیوترهایی که فکر میکنیم ممکنه مثلا در 20-30 سال آینده هم به بازار بیان، آیا هنوز مسئله هایی وجود داره که محاسبات کامپیوتری نتونه بهشون جواب بده؟ مسلما منظورمون مسئله های ریاضی خوش تعریفه، یعنی منظورمون مثلا این نیست به این سوال جواب بده آیا این نقاشی قشنگیه یا نه، یا اون سوالات کیفی به این شکل منظورمون نیست. سوالات ریاضی یعنی مسئله مثلا گراف رو یا یک مسئله‌ای که توی یک بحثی مثلا جبر یه چیزی مطرح میشه آیا ممکنه بشود مطرحش کرد که راه حل کامپیوتری واسش وجود نداشته باشه یا نه؟ وقتی میگیم راه حل کامپیوتری خب مسلما منظورمون همون چیه؟ الگوریتم. آیا مسئله‌ای وجود داره که الگوریتمی واسش وجود نداشته باشه؟ چون اگه الگوریتم وجود داشته باشه خب اون الگوریتم رو تبدیل میکنیم به یک زبان برنامه نویسی و برنامهش رو اجرا میکنیم و مسئله رو حل میکنیم. برای اینکه به این پرسش جواب بدند نیاز داشتن که کامپیوتر رو به شکل ریاضی مدل بکنند، یعنی روی سخت افزار واقعی قاعدتا به این سوال نمی شود جواب داد، چون سخت افزاری که ممکنه امروز وجود داشته باشه چند روز دیگه ممکنه منسوخ بشه و چیز پیشرفته تری جاش رو بگیره. کامپیوتر رو مدل کردن و بعد در مورد این سوال بحث کردن و بحث هایی که کردند و نظریاتی که داده شد ما رو در واقع رسون به تئوری هایی که توی این درس نظریه زبان ها و ماشین ها بهش میپردازیم. پس یکی از سوالاتی که تو این درس بهش جواب میدیم این هست که حد و مرز ماشین های محاسبه‌گر تا کجاست؟ نه فقط یک نوع ماشین محاسبه‌گر، ما انواع ماشین محاسبه‌گر داریم. مثلا مدارهای ترکیبی رو که شما توی درس مدار منطقی بهش میپردازید یا مدارهای ترتیبی، اینها هم به نوعی ماشین‌های محاسبه‌گری هستند دیگه، یعنی به شکل یک الکترونیکی و مکانیکی و به شکل ماشینی یک مسئله رو حل میکنن و قاعدتاً از لحاظ امکانات و قدرت فرق‌ها و تفاوت‌هایی دارن با کامپیوترهایی که ما امروز به شکل کامل میشناسیم. توی مباحث این درس میبینیم که حیطه قدرت انجام محاسبه هر کدوم از این ماشین ها تا کجاست و چه مسائلی میتونن حل بکنن و در نهایت آیا مسئله هم وجود داره که هیچ کامپیوتری یا هیچ ماشین محاسبه‌گری که امروز ساخته شده یا ممکنه بعداً ساخته بشه نتونه به اون جواب بده. این یکی از سوالات اساسیه که ما تو این درس بهش جواب میدیم. اما بحث هایی که توی نظریه زبان ها و ماشین ها مطرح میشه کاربردهای دیگه‌ای هم داره. یکی از مهمترین کاربردهاش نوع خاصی از مفاهیمی که ما اینجا میخونیم تحت عنوان گرامرهای مستقل از متن کاربرد فراوانی داره توی بحث کامپایلرها، ساخت کامپایلرها، در واقع پایه تئوری چگونگی ساخته شدن یک کامپایلر رو همین
بحث ها تشکیل میده. بنابراین مفاهیمی که اینجا میخونیم اونجا استفاده میشه به صورت عملی برای اینکه خیلی به صورت کارا بتونیم یک کدی رو، یک متنی رو که یک برنامه به یک زبان مثلا سی یا جاوا یا هر چیز دیگه هست بخونیم و بتونیم سلسله مراتبش رو تشخیص بدیم، ساختارهای درونش رو تشخیص بدیم و بتونیم اون رو کامپایل بکنیم به زبان ماشین و در نهایت یا اجراش بکنیم. و یک کاربرد دیگه از بحث نظریه زبان ها و ماشین ها می شود گفت همون چیزیه که شما توی درس مدار منطقی خوندید یا میخونید. همون بحث هایی که شما میخونید توی اینکه چجور میشود یک مدار منطقی مثلا ترتیبی رو طراحیش کرد، ماشین دیاگرام حالت میکشید و اینجور چیزها، مباحثی هست که در واقع ریشش در همین بحث هایی که توی نظریه زبان ها و ماشین ها میشه و ما دیگه اینجا خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم چون که اونجا شما کامل میخونید و اینجا ما به یه نحو دیگری واردش میشیم. خب بعد از اینکه پرداختیم به این که درس نظریه زبان ها و ماشین ها در مورد چیه و چه کاربردی داره، بهتره وارد مفاهیم اساسی درس و مقدمات درس. 3 تا مفهوم اساسی توی بحث درس ما به کار میرن که اول باید با این 3 تا مفهوم آشنا بشیم. یکی بحث زبان هست و مفهوم زبان، یکی بحث گرامر هست و در نهایت مفهوم اتوماتا هست که یک در مورد اینها صحبت میکنیم و میگیم هر کدومشون چه معنی دارن. اول بپردازیم به بحث زبان. زبان چی هست؟ شما زبان رو، مفهومش رو به طور عام میدونید دیگه. مجموعی از کلمات اگر از شما بپرسند زبان چیه، میگید احتمالاً میگید مجموعی از کلمات که هر کدومشون یک مفهومی دارن و ما با ترکیب اونها میتونیم مفاهیم رو بین مثلا انسانها منتقل بکنیم. اینجا منظور ما دقیقاً همین هست، منتها یه جور عامتری تعریف میکنیم که شامل مفاهیم مشابه دیگری هم بشود. خیلی ما اینجا با معنای زبان البته کاری نداریم، بیشتر ما بحثمون روی ساختار و شکل ظاهری زبان هست. هر زبانی 2 تا مؤلفه اساسی داره، سینتکسش یا در واقع شکل ظاهریش که قواعد حاکم بر شکل زبان رو بررسی میکنه و یکی سمنتیک، این که در واقع زبان هر جملهش، هر کلمش چه معنی میده و ترکیب اینها با هم چه معنی رو میسازن. ما به سمنتیک خیلی کار نداریم، اینجا بحثمون بیشتر در مورد سینتکس هست. خب از این نظر زبان رو میتونیم مجموعی از در واقع جملات با معنی که توی زبان قابل ساخته شدن هستن تعریف بکنیم. منتها زبان فقط همین نیست. شما وقتی مثلا برنامه هم می‌نویسید با یه زبان برنامه‌نویسی این کار انجام میدید دیگه. پس سی هم یه زبانه، جاوا هم یه زبانه. زبان‌های از اون ساده‌تر هم مثلا اسمبلی هم که خیلی ساختار ساده‌تری از سی و جاوا داره باز یک زبانه. از اون بیایم پایین‌تر، پروتکل‌های اینترنتی رو در نظر بگیرید، پروتکل‌های وب. مثلا گفته میشه توی پروتکل TCP/IP هر پکت، هر پیام TCP که ارسال میشه، TCP/IP که ارسال میشه یه همچین ساختاری داره دیگه. درسته مثلا بیت اولش فلان یا بایت اولش این معنی رو میده، بایت دومش اینه، بایت مثلا سوم تا پنجمش فلان چیزه الی آخر. اینم در واقع باز داره به شما میگه که هر دنباله دلخواهی از 0 و 1 ها این جزء زبان TCP/IP نیست. این مفهوم یک پکت TCP/IP رو نمیده. بنابراین شما
در هر زبانی اولا یه الفبایی دارید، مثلا در مورد TCP/IP 0 و 1، در مورد زبان C مثلا حروف انگلیسی و اعداد و یه سری کاراکتر خاص، و بعد ترکیب اینها با هم دیگه به شکل مشخصی کلماتی از زبان یا جملاتی از زبان که ما اینجا به طور خاص بهش میگیم رشته هایی از زبان رو میتونه بسازه. پس بذارید حالا در سطوح پایین‌تر هم باز همین مطرح دیگه، شما یه مدار ترتیبی رو در نظر بگیرید یا یه مدار ترکیبی. یه مدار مثلا ترکیبی رو در نظر بگیرید که الگوی خاصی از 0 و 1 ها که وارد ورودیش میشه ممکنه مثلا یه لامپی رو روشن بکنه یا مثلا یه اهرمی رو حرکت بده یا حرکت نده. مثلا اگر 1-1-0-1 واردش بشه ممکنه اون مدار به نحوی باشه که در واقع اونجا بیاد و در واقع یک چراغی رو روشن کنه. ولی اگر مثلا 1-0-1-0 بهش بدید ممکنه این باعث بشه که چراغ رو روشن نکنه. ما اینجا میگیم در واقع این 1-1-0-1 جزء زبان ما هست، جزء زبان این مدار ترکیبی ما هست. یا مثلا شما وقتی یه برنامه ساده می نویسید، مثلا یه برنامه می نویسید چه میدونم اسامی تعدادی دانشجو و معدل هاشون رو بگیره و یه خروجی چاپ بکنه. خب در این مورد هم شما حتی انتظار دارید که ورودی شما یه شکل خاصی داشته باشه، مثلا یکی در میون رشته باشه و عدد، رشته عدد، رشته عدد. اگر چیزی غیر از این باشه شما اون رو نمیپذیرید. پس اون برنامه شما هم یک زبانی داره که شما با اون زبان باید باش صحبت بکنید. اینجور اگر بخوایم در نظر بگیریم در واقع زبان میشود مجموعی از رشته ها. ببینید بس بذارید حالا وارد این مفاهیم اولیه بشیم. الفبا میشود اون سمبل هایی که شما استفاده میکنید برای ساختن کلمات یا جملات زبانتون. ما بین کلمات و جملات ما خیلی اینجا فعلا تفاوتی قائل نمیشیم. الفبا میشود مجموعه متناهی از سمبل ها که کلمات زبان قراره بعداً با اونا ساخته بشن. معمولاً الفبا رو با زیگما نمایش میدیم. رشته میشه تعدادی سمبل که بچسبونید به هم دیگه، همون در واقع چیزی که شما توی برنامه نویسی هم دارید دیگه. حالا الفبا اونجا به جای سمبل میگید کاراکتر. پس رشته میشه دنباله متناهی از حروف الفبا یا هم سمبل های زبان. رشته رو معمولا با S یا حالا S1 S2 الی آخر نمایش میدن یا با حروف کوچیک زبان انگلیسی. و در نهایت زبان میشود مجموعه متناهی یا نامتناهی از رشته ها. یعنی تعریف خیلی ساده ای داره زبان. تعدادی حروف الفبا دارید، هر دنباله از اینها که بسازید می شود یه رشته. حالا تعدادی رشته رو بذارید کنار هم دیگه می شود یک زبان. از زبانهای ساده خیلی داریم، مثلا یه زبان می سازیم فقط رشته 0-1 و 1-0 توش. یه زبان می سازیم مثلا توهی، پس توهی هم یک زبانه، مجموعه توهی. یه زبان می سازیم نامتناهی 1 2 تا 1 3 تا 1 4 تا 1 5 تا 1 و الی آخر. زبانی می سازیم رشته های با طول
زوج. یه رشته خاص هم داریم، رشته تهی، رشته با طول 0. پس رشته تهی من اینجا اضافه میکنم، رشته با طول 0 رو میگیم طول رشته. هم معلومه منظورمون چیه دیگه. الان طول در همون مفهومی که ما از زبان برنامه‌نویسی میشناسیم. مثلا لاندا رشته با طول زوج 0 1 1 1 0 0 و 1 0 و 4 تا 0 و 0 1 0 و همینجوری الی آخر. پس زبان‌های مختلفی می شود تعریف کرد روی الفبای خاصی. مثلا ببینید الفباز دقت می‌کنم، الفبا طولش متناهیه، رشته طولش متناهیه ولی محدود نیست. یعنی رشته با هر طولی میتونید داشته باشید، ولی یه رشته طولش مشخصه. مثلا شما نمیتونید بگید من یه رشته دارم دو سرش 1 وسطش هر چی میخواد باشه. این رشته نیست. ولی شما بی نهایت رشته میتونید بسازید و از این بی نهایت رشته هر تعدادش رو بذارید توی مجموعه یک زبان خواهید داشت. پس بی نهایت زبان هم روی الفبای خاص میتونید داشته باشید. حالا این زبان ها و رشته ها رو میشود روشون عملیات هایی رو انجام داد. مثلا عملگرهایی رو اعمال کرد برای اینکه با هم دیگه ترکیبشون کرد. مثلا روی رشته ها عملیات، دو تا عملیاتی که خیلی ازشون استفاده میکنیم در ادامه، یکی الحاق کردن هست. دو تا رشته رو بچسبونید به هم، همون چیزی که شما تو زبان‌های برنامه‌نویسی هم میشناسید. معکوس کردن رو هم میشناسید از زبان‌های از برنامه‌نویسی، اینکه یه رشته رو معکوس بکنید. چیز خاصی نداره. حالا یه چیز دیگر هم که بد نیست در بگم، این که خیلی وقتها خصوصا زبانهای نامتناهی رو ما میایم به فرم ریاضی توصیفشون میکنیم. مثلا این رشته‌ای که از تعداد 1 هست رو میتونیم اینجوری بنویسیم L مساویه با 1 به توان n، به طوری که n بزرگتر مساویه با 1. یا مثلا این رو رشته های با طول زوج رو میتونیم اینجوری بنویسیم، میتونیم بنویسیم W به طوری که طول W، این رو طول W رو این شکلی نمایش میدیم. طول رشته W مساوی با 2K باشه و K عضو Z باشه. پس به این شکل مثلا میتونیم زبان‌های با طول نامتناهی رو به جای که اعضاشون رو بنویسیم به شکل ریاضی توصیف بکنیم. اما این توصیف، اولا اینکه توصیف دقیقی نیست، یعنی همه یه چیز استانداردی نیست. ممکنه یه نفر رشته‌های با طول زوج رو اینجوری بنویسه، یه نفر دیگه بیاد یه جور دیگه بنویسه‌ش، مثلا یه تعریف بازگشتی استفاده کنه. و ضمن اینکه خیلی نمیشه در توصیف فرمالی نیست، با اینکه ریاضی به شکل ریاضی نوشتیمش، ولی انقدر فرمال نیست که بشود مثلا پردازشش کرد به وسیله برنامه کامپیوتری. برای همین برای توصیف زبان‌ها از یک مفهومی استفاده می‌کنیم تحت عنوان گرامر که بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد. اما بذارید قبل از اون در مورد عملیات روی زبان‌ها صحبت بکنیم. روی زبان‌ها هم می‌شود عملگرهایی رو اعمال کرد برای اینکه در واقع اونها رو با هم دیگه ترکیب بکنیم. خب عملیات روی زبان‌ها از اون جایی که زبان‌های مجموعه هستند، بنابراین هر عملگری رو که شما روی مجموعه عادی میتونید اعمال بکنید روی زبان‌ها هم میتونید اعمال بکنید. مثلا اجتماع، میتونید دو تا زبان رو با هم دیگه اجتماع بکنید.
مثلا چند تا زبان بنویسیم. یکی همون زبانهای اسلاید قبل، L1 مساوی با 0 1 1 0، L2 مساوی با زبان تهی، L3 مساوی با رشته هایی که 1 به توان n هستن، n بزرگتر مساوی با 1، رشته هایی با طول زوج W به طوری که W طولش بزرگتر مساوی با 0 باشه، طولش ببخش دوکا باشه. خب مثلا میتونیم L1 و L3 رو با هم دیگه اجتماع ببندیم، میشه 0 1 1 0 1 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 و همینجور الاخر. اگه L1 رو با L4 هم اجتماع ببندید میشود همون L4. چرا؟ چون L1 زیر مجموعه L4. میتونید اشتراک ببندید بین زبان ها، مثلا L1 اشتراکش با L3 مساوی با تهی که همون چی باشه؟ L2 باشه. و همجوری میتونید زبان ها رو از هم کم بکنید، مثلا L3 منهای L4 رشته هایی که از 1 ساخته شدند ولی اونایی که طولشون زوجه رو کم بکنیم، بنابراین چیزی که میمونه میشه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 و همینجوری الی آخر. میتونیم مکمل بکنیم. برای مکمل گیری شما احتیاج به مجموعه مرجع دارید. مسلما مجموعه مرجع میشه رشته هایی که همه رشته هایی که قابل ساخت با یک الفبا هستن. همه رشته هایی که با یک الفبا الفبای زیگما هستن رو بهش میگن چی؟ زیگما استار. این استار معنی تکرار میده دیگه. بنابراین یادتون باشه، پس در واقع مکمل کردن میشود اگر اینجوری بخوایم بنویسیم ال بار مساوی با زیگما استار منهای ال معنی میده. و در مثلا رشته‌های با طول زوج رو مکمل کنید میشود رشته‌های با طول فرد. به همین شکل دو تا عملگر خاص هم داریم برای، یا شاید بشه گفت 3 تا، برای زبان‌ها، یعنی عملگرهایی که خاص همه مجموعه به درد همه مجموعه نمیخورن، فقط برای زبان‌ها کاربرد دارن. یکیش الحاقه، به این معنی که بیایم هر رشته از زبان L1 رو بگیریم الحاق بکنیم با یک رشته از زبان L2. اگر بخوایم تعریف رسمی بکنیم از الحاق دو تا زبان می شود گفت L1 دات L2 با دات نمایش میدن الحاق دو تا زبان رو، برابر هست با هر W1 دات W2 W1 دات W2، یا می شود اینجوری گفت، آره خوبه همینجوری دیگه تغییرش ندیم، W1 دات W2 یعنی الحاق رشته W1 از با W2. W1 دات W2 وقتی که W1 عضو L1 باشه و W2 عضو L2 باشه. میشد اینجا نوشت W3، بعد اینجا نوشت W3 مساوی W1 دات W2. بنابراین اگر شما مثلا رشته زبان L1 تون M تا عضو داشته باشه، زبان L2 تون N تا عضو داشته باشه، M ضرب در N حالت میتونید رشته های L1 رو با L2 الحاق بکنید. ولی یک ولی مهم داره، اونم اینه که بعضی از این الحاق ها ممکنه رشته های تکراری به شما بده. مثلا نگاه بکنید L3 چی بود؟ رشته های با طول زوج، اگه اشتباه نه، حالا L4 بود، نه L3 که چی بود؟ L3 رشته هایی به صورت 1 به توان n بود، n بزرگتر مساوی 0. L4 رشته های که به فرم چی بودن؟
طولشون زوج بود W و به طوری که طول رشته W مساویه با دوک. بذارید یه رشته یکی دو تا زبان دیگه هم می‌نویسم. L1 مساویه با چی بود؟ 1 0 و 0 1 و L2 هم بود. مثلا اگر L1 رو بخوایم با L3 الحاق بکنیم حاصل میشه چی؟ 1 0 میتونیم تهش 1 بچسبونیم، میتونیم ته 1 0 2 تا 1 بچسبونیم، میتونیم ته 1 0 3 تا 1 بچسبونیم و الی آخر میتونیم از اینجا این یکی رو برداریم، یعنی 0 1 یه دونه 1 بچسبونیم، 0 1 2 تا 1 بچسبونیم، 3 تا چسبوندم، میتونیم 0 1 2 تا بچسبونیم و همینجا الی آخر. پس بی نهایت رشته خواهیم داشت. و یا حالا نگاه کنید هر زبانی رو با خودش هم میشود الحاق کرد دیگه. L1 دات L2 L1 دات L2 رو بنویسیم، حالا اشکال نداره. خب چون L2 هیچ رشته ای نداره در نتیجه چیزی هم وجود نداره که ما از L2 برداریم. پس L1 دات L2 میشود چی؟ توهی. حالا نگاه کنید یه زبان مشابه L2 می نویسم، L5 شامل فقط رشته توهی. این دوتا رو با هم اشتباه نگیرید دیگه. الان این یه دونه عضو داره، بنابراین اگه L1 رو با L5 الحاق بکنیم از اینجا میتونیم رشته 1 0 رو برداریم، از این ور توهی، الحاقشون میشود چی؟ بازم 1 0. از اینجا 0 1 رو برداریم، از اینجا توهی، الحاقشون میشود 0 که در واقع همون زبان چی میشه؟ L1 میشه. بنابراین این دوتا زبان رو هم اولا L2 و L5 رو با هم دیگه اشتباه نگیریم. حالا من خواستم L1 رو با خودش الحاق کنم، L1 دات L1 که بهش L1 به توان 2 هم میگیم. میشه چی؟ میشه 1 0 رو از L1 اول برمیداریم، میتونیم از L1 دوم هم باز دوباره 1 0 رو برداریم. پس 1 0 1 0 1 0 0 1 میتونیم از رشته اول از زبان اول 0 1 رو برداریم. پس 0 1 1 0 0 1 0 1. پس 4 تا رشته میسازه. ولی مثلا L3 رو نگاه بکنید، L3 شامل رشته هایی هست متشکل از هر تعداد 1. درسته؟ پس اگر شما L3 رو به توان 2 برسونید، یعنی L3 رو با خودش الحاق بکنید، میتونید از دو تا L3 تون 1 رو بردارید، رشته 1 1 رو میسازه و بقیه 1 1 در واقع هر تعداد 1 دیگه رو هم میتونید بسازید. مثلا از یکیشون 2 تا بردارید، از یکیشون 1 3 تا 1 رو بسازید، 4 تا 1 رو هم میتونید بسازید با مثلا 2 تا از یکی 2 تا از یکی دیگه، 5 تا و الی آخر. حالا اگر یه زبان دیگه ای داشتیم L6 1 به توان n، این دفعه n بزرگتر مساویه با 0، یعنی در واقع L3 اجتماعش با زبانی شامل فقط رشته توهی، فقط رشته توهی رو بهش اضافه کنیم. حالا L6 رو به توان 2 که برسونید دوباره میشه خود L6. چرا؟ چون L6 چیه؟ هر تعداد دلخواهی از 1. حالا هر تعداد دلخواهی از 1 رو از 1 سمت بردارید، یه دونه لاندا بهش بچسبونید از L6 دوم، میشود چی؟ میشود همون رشته اول دیگه، یعنی هر چیزی با لاندا الحاق کنید میشود همون رشته. بنابراین شما اگر از دو تا زبان L6 تون لاندا رو بردارید میتونید لاندا رو بسازید. اگر از یکی لاندا رو بردارید از یکی
یک رو بردارید میتونید یک رو بسازید. اگر از یکی لاندا رو بردارید از دیگری 2 تا یک بردارید میتونید یک یک رو بسازید و به همین صورت همه یک 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 ها رو میتونید بسازید. آیا چیز دیگری اضافه هم میشود ساخت؟ نه، هرچی بسازید باز همین یه تعداد یکه، یعنی در واقع شما L6 رو به توان 2 که میرسونید چیزی تغییر نمیکنه. اما بستار چی هست؟ بستار خیلی ساده است. اینجا اولا بستار یک زبان، بستار یه عملگر تکیه برخلاف بقیه عملگرهایی که شناختیم و با استار مشخص میشه، ال استار. و ال استار اینجوری تعریف میشه: ال استار مساوی با ال صفر اجتماعش با ال یک اجتماعش با ال دو اجتماعش با L3 تا بی نهایت. خب L1 که همون L، L2 هم که گفتیم، L3 هم میشه 3 تا L رو با هم دیگه الحاق بزنید و همینجور الاخر. اما L0 چیه؟ ببینید مشخص شد دیگه. L2 یعنی 2 تا رشته از L رو بردارید با هم دیگه الحاق بکنید، 2 تا رشته دلخواه. L3 یعنی 3 تا رشته از L رو بردارید با هم الحاق بکنید. به همین ترتیب L0 یعنی که هیچ رشته ای از L رو بر ندارید، بنابراین چیزی که با هم الحاق میکنید همون لانداست. در واقع L0 فارغ از این که زبانتون چی باشه میشود زبانی فقط شامل یک عضو، اون هم رشته لاندا. حالا نگاه بکنید، اگر شما مثلا از توی این زبان ها اگه L3 رو استار رو روش اعمال بکنید میشود همون چیزی که ما تحت عنوان L6 نوشتیمش. L6 رو اگر استار روش اعمال بکنید هیچ تغییری نمیکنه، میشه همون L6. همچنین L4 رو نگاه بکنید، رشته های با طول زوج، هر تعداد رشته با طول زوج رو بگیرید و هم دیگه بچسبونید باز هم میشه یک رشته با طول زوج، چیز اضافه تری ساخته نمیشه. L4 استار میشود همون L4. L5 هم به همین صورت، L5 استار که همون در واقع همین زبانی بود که اینجا نوشتیم باز هم میشه خود L5. L1 استار نه، رشته های متنوعی میسازه دیگه. L1 رو اگر استار روش اعمال بکنید میشود اولا لاندا همیشه هست، توی استارها همیشه لاندا هست چون میتونید در واقع جزء این هست دیگه. ببینید L0 عضوش، پس لاندا جزش هست، خود S1 0 و 0 1 جزش هست، 1 0 1 0 جزش هست، 1 0 0 1 و همینجور هر تعداد خواستید از این 1 0 و 0 1 به هم بچسبونید و یک رشته واسهتون از L1 استار رو میسازه و مثال های دیگری هم میشود زد. خب این بحث رو فعلا اینجا تمام میکنیم، ادامه بحث رو انشاءالله توی ویدیوی بعدی خدمتتون خواهیم گفت. خسته نباشید.